آیا می‌دونستین کشوری در غرب آفریقا قرار داره که دارای تاریخچه دیرینه و فرهنگی بی‌نظیره و همیشه مورد توجه قرار گرفته؟ اما صبر کنید، این همه چیز نیستشا. آیا تا به‌ها شنیدین در کشوری چاق بودن زنان نماد زیبایی و خوشبختیه؟ بله، درست شنیدین. در این کشور موریتانیا، چاقی نه تنها یک ویژگی مثبته، بلکه برای دختران از سن کودکی با مراسم و سنت‌های خاصی همراهه. بیایم به زندگی روزمره مردم موریتانیا و این رسم عجیب اما جذاب اونها نگاهی بندازیم. حتما برای شنیدن ما رو لایک کنید، عضو کانال ما بشین و زنگوله رو بزنید. موریتانیا کشوری که در غرب آفریقا واقع شده، این کشور با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، تاریخچه دیرینه و فرهنگی بی‌نظیر همواره مورد توجه قرار گرفته. زندگی روزمره مردم موریتانیا به عنوان یک کشور آفریقایی با فرهنگ غنی و تاریخ باستانی شامل سبک زندگی مختلف، غذا و موسیقی محلی متنوعی میباشه. در این کشور دختران از 5 سالگی در زمان مشخصی از سال به کمپ‌های میرن و مراسم خاصی با نام اللبقو برای اونها اجرا میشه. در این مراسم مواد غذایی پرچرب و پرکالری رو به زور به خورد اونها میدن. میبینید مقیاس‌های زیبایی از منطقه‌ای به منطقه دیگه و از فرهنگی به فرهنگ دیگه متفاوته، در حالی که در بیشتر مناطق دنیا زنان و دختران آرزوی داشتن اندام ایدئال رو در سر میپرورونن. در کشور موریتانیا در غرب آفریقا چاق بودن یک ویژگی مثبت در زنان به شمار میره. هرچه چاق‌تر زیباتر. ملکه زیبایی در موریتانیا بر همین اساس انتخاب و معیار انتخاب همسر نیز در همین جمله خلاصه میشه. چاق بودن برای دختران موریتانیایی و آینده اونها حیاتی و بسیار مهمه، زیرا اگه دختری لاغر و نحیف باشه شانس زیادی برای داشتن یک ازدواج موفق نداره. از این رو دختران موریتانیایی از کودکی به کمپ‌های چاق شدن اجباری میرن و این یعنی آغاز یک چالش برای دختران موریتانیایی که جسم و فکر اونها رو همزمان تحت تاثیر خودش قرار میده. 16,000 کالری در روز، نوشیدن 20 لیتر شیر شتر و 2 کیلوگرم ارزن روزانه برای یک کودک. خانم مینت الی، یک فعال حقوق زنان، میگه دختران از 5 سالگی در زمان مشخصی از سال به این کمپ ها میرن و مراسم خاصی با نام اللبقو برای اونها اجرا میشه. در این مراسم مواد غذایی پرچرب و پرکالری رو به زور به خورد اونها میدن. الی ادامه میده ما در موریتانیا یک باور داریم که میگه هر چقدر حجم یک زن بیشتر باشه، مساحت بیشتری از قلب مرد رو به تسخیر خودش در میاره. این کمپ ها در قلب مزارع موریتانیا بنا شدن. دختران 5 تا 9 ساله روزانه هر یک میزان باور نکردنی 2 کیلوگرم ارزن مخلوط شده با روغن حیوانی و 20 لیتر شیر شتر می نوشن. یعنی چیزی معادل 16,000 کالری در روز که این مقدار 8 برابر میزان متعادل مصرفی بدن یک فرد بالغه، چه برسه به یک کودک 5 ساله یا کوچکتر. در تعطیلات تابستانی یا در موسم باران دختران به این مراکز میرن تا چاق بشن. هر کسی از خوردن تمرد کنه مجازات میشه. اون رو به مکان متروکی در همون نزدیکی میبرن تا گرسنگی بکشه و بنا به زعم اونها قدر و منزلت غذا رو بیش از پیش بدونه. اگه عذرخواهی کنه مشکلی به وجود نمیاد و اون میتونه دوباره به مرکز چاق شدن دختران بازگرده. در این صورت زن میانسالی با چهره خندان به استقبال اون میاد و میگه دخترم سرپیچی نکن، چاقی برای تو خوشبختی و سعادت میاره، تو که نمیخوای بدبخت بشی. برای چاق شدن این دختران فقط خوردن نیست. برای ادامه شنیدن فراموش نکنید لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. در چاق شدن دختران یک چوب ضخیم نقش مهمی رو بازی میکنه. صاحبان کمپ که زنان میانسالی هستند با این چوب‌ها روی ساق پاها، رانها و جاهای دیگه بدن فشار میارن تا بنا به گفته اونها بافت‌های بدن دختران شل بشه و فرایند چاق شدن سرعت بیشتری بگیره. اونها در ضمن این کار را از یک شیوه تنبیهی هم استفاده میکنن.
از جمله قرار دادن چوبلای انگشتان و فشار دادن اونها در بدترین شکل ممکن. دخترانی که طبق برنامه پیش میرن تا 12 سالگی به وزن 80 و در 15 سالگی به وزن بیش از 100 کیلوگرم میرسن. در این وقت چهره اونها شبیه زنان 30 ساله و یا بیشتر به نظر میرسه. با وجود عجیب بودن این آداب و رسوم، مردم موریتانیا برای اون احترام زیادی قائلن. هر چقدر یک زن چاق‌تر باشه، وجود و سخاوت همسرش رو نشون میده. ترکای پوستی سفید رنگ ناشی از چاقی نشانی از خوشبختی زن موریتانیایی هستش. اما در سالهای اخیر آگاهی زنان موریتانیایی بیشتر شده. رسانه‌های جمعی و گسترش شبکه‌های ارتباطی نقش مهمی در آگاهی به این زنان بازی میکنن. اونها دیگه نمیخوان به اجبار چاق بشن. زنان در موریتانیا تونستن 20% از صندلی‌های پارلمان رو به خودشون اختصاص بدن. محمد المنیر استاد علوم سیاسی در موریتانیا میگه چاق شدن اجباری زنان در دهه 50 میلادی بسیار دیده میشه. امروز دختران موریتانیایی نگاه متفاوتی دارن. اونها از چاقی به این سبک و سیاق فرار میکنن. مونینا منبت عبدالله، مشاور سلامت و توسعه موریتانیا که خود نیز از قربانیان چاق شدن اجباری بوده، میگه خوشحالم بگم که دوران این مسئله به پایان رسیده و ما شاهدیم که بخش قابل توجهی از مردم موریتانیا از اون شانه خالی میکنن. دوستان عزیز، اگه از این ویدیو لذت بردید حتما فراموش نکنید لایک کنید و برای شنیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.